به دل خسته بگویید خداوندی هست. به نام خدا، امیدوارم که حالتون عالی باشه. حیدر منصوری هستم و طبق قولی که بهتون دادم قرار شد با همدیگه یک روز مارکت رو بررسی بکنیم طبق فلسفه و دیدگاه من به مارکت و طبق استراتژی شخصی من. پس برو بریم. روزی که قرار با هم دیگه شروع بکنیم 21/4 سال 2025 هست و روز اولی که من یک پراپ رو توش شروع کردم و تصمیم گرفتم که حالا طبق دیدگاه خودم و چیزی که من روی چارت میبینم رو تک به تک کندل ها رو جلو ببریم و جلو بریم. خب چیزی که هست اینه که من یک سری خطوط عمودی هم رسم کردم که حالا یکیشون این که الان کلیک کردم روش داره تایم و سشن نیویورک رو به من نشون میده، یعنی از این کندل به بعد ما سشن نیویورک رو داریم و بازار نیویورک و بازار دست آمریکایی هاست و این خط عمودی دوم که الان روش کلیک کردم این داره سایکل رو که جابجا میشه رو به من نشون میده. پس من این خطوط رو پاک میکنم چون فکر میکنم دیگه کارایشون رو متوجه شدید. اول از همه من راجع به چرخه ها بارها صحبت کردم، یعنی شما اگر میخواید ویدیوهای یوتیوب رو ببینید یا ویدیوهای توی کانال میتونید هم به من پیام بدید تا من ویدیوهای سایکل رو برای شما بفرستم. من بارها گفتم که مارکت از 3 چرخه تشکیل میشه و فکر میکنم که شما هم میدونید. چرخه اسپایک که حالا من اینجا واسه شما مشخصش کردم. اسپایک معمولا کندل های پرقدرت و پر از نیرو هست، یعنی این کندل ها قدرتمند هستن و به یک سمت حرکت میکنن. این چرخه اول مارکت هست که اسپایکه. چرخه بعد از اسپایک، بعد از یک اصلاحی که تشکیل میشه، چرخه کانال هست که اینجا ما چرخه کانال رو داریم و در نهایت بعد از کانال ما تریدینگ رنج میسازیم که تریدینگ رنج دارای سقف و کفه و در این بازه حرکت میکنه. در نتیجه همونطور که گفتم چرخه اول اسپایکه. پس در شروع روز، یعنی اینجا که روز ما شروع میشه، ما 2 تا کندل پرقدرت میبینیم و این کندل ها به من دارن این رو میرسونن که قرار ما یک روز صعودی رو داشته باشیم و بازار داره پرقدرت به سمت بالا حرکت میکنه و سقف روز قبل رو هم، یعنی در واقع روز قبل میشه هفته پیش، چون این روز 21 دوشنبه هست و داره سقف روز قبل رو هم، روز قبل کاری رو داره میشکونه و با شکستش در این کندل ها که ما میبینیم اینجا یک حرکت پرقدرت رو داریم متوجه میشیم که ما یک روند صعودی رو داریم. در نتیجه اینجا روند داره به سمت بالا حرکت میکنه و میتونه اولین چرخه ما شکل بگیره، یعنی اسپایک. پس دیدگاه ما در این روز، حالا چه در تایم فریم 15 دقیقه چه تایم فریم 5 دقیقه که من خودم شخصا ترید میکنم، دیدگاه ما صعودیه و بارها گفتم برای اینکه شما وین ریت بالا داشته باشید نیازه که در جهت روند ترید بکنید. یعنی شما وقتی دیدید مارکت صعودیه منتظر اصلاح قیمت باشید، منتظر پولبک قیمت باشید و در اصلاح ها و تاییدیه ها ورود کنید، چیزی که من خودم امروز ورود کردم و تونستم یه تارگت شیرین رو هم بگیرم. خب تا اینجا ما یک چرخه اسپایک رو داشتیم. همونطور که میبینید کندل ها به صورت صعودی حرکت کردن و یک کنج قیمتی رو ساختن اینجا برای ما. این یک کنج قیمتی بوده و قیمت یک تریدینگ رنج رو تجربه کرده، تریدینگ رنج کوچولو. حالا تریدینگ رنج ها ابعاد دارن، میتونه بزرگ باشه میتونه کوچیک باشه و اینجا بعد از باز هم شکست یک پول بک ساخته، یعنی یک تریدینگ رنج کوچولو و یک الگوی کوچیک ساخته و بعد از شکست اینجا قیمت به بالا حرکت کرده. اینجا قیمت سقف روز قبل رو شکسته. در نتیجه اینجا خودش میتونسته، اگر ورود کنید اینجا خودش میتونسته ورود باشه اگر تو این سشن شما ترید بکنید و میتونستین تیپی 2 تون رو بگیرید و یک ورود هم ما اینجا داشتیم. باز هم اینجا اگر ورود میزدید با شکست این الگو باز هم تیپی تون رو میگرفتید که بعد قیمت اینجا اصلاح کرده و باز هم به بالا حرکت کرده. دقت کنید شما زمانی که در جهت روند ترید بکنید میتونید با رسم میکرو کانال های کوچولو در جهت روند اسکلپ بکنید و آربارهای 1 و 1.5 رو بگیرید. حالا بعد از روند اسپایکی که اینجا داشتیم، تا اینجا روند بالاخره اسپایک بوده در تایم فریم 15 دقیقه و 5 دقیقه. قیمت اومده
اصلاح کرده و اینجا داره به من چی رو میرسونه که سیگنال کاناله، یعنی قیمت میتونه کانال بسازه. در نتیجه از اینجا به بعد من انتظار دارم که مارکت به بالا حرکت بکنه، اما به صورت کانال و قدرتش کمتر بشه و اینجا قیمت به بالا باز هم حرکت میکنه، اصلاح میکنه، حرکت میکنه و اینجا شما باز هم باید در اصلاح ها منتظر تاییدیه باشید و در جهت روند ورود بکنید. واسه مثال اینجا بعد از اصلاح قیمت شما میتونستید اینجا ورود بکنید و یک آرباری یک یا حتی اگر سر میکردید 2 رو هم میگرفتید. بعد از باز هم این اصلاح شما میتونستید اینجا با شکست این خط روندی که رسم کردم باز هم اینجا ورود بزنید. اما من شخصا تو این تایم ورود نمیزنم و تایم کاری من سشن نیویورک، یعنی از این کندل به بعد. حالا بریم از سشن نیویورک به بعد رو هم بررسی بکنیم که خیلی مهم هست. دقت بکنید، اگر دقت کنید من اینجا ورود زدم. حالا دلایل ورودم رو هم بهتون میگم که چرا من اینجا ورود زدم. من اینجا با دیدن این کندل، یعنی این کندل ریزشی که دیدم، متوجه شدم طبق چیزی که بهتون گفتم یک اصلاح در جهت رونده و من اینجا ورود زدم و آر به آر 1.5 گرفتم، یعنی روی این سقف خارج شدم. حالا چرا من آر به آر 1.5 گرفتم و صبر نکردم برای آر به آر 2؟ ببینید دوستان، چیزی که من اول ویدیو بهتون گفتم، ما یک اسپایک داشتیم، یک کانال داشتیم، در نتیجه اینجا داره به من کندل ها سیگنال اینو میرسونه که ما میتونیم تریدینگ رنج رو تجربه بکنیم. در نتیجه در این زمان من دیگه انتظار ندارم حتما روی تیپی 2 خارج بشم. اینجا برای من اهمیت وین ریته. در نتیجه من اینجا روی 1.5 یعنی سقف تریدینگ رنج خارج شدم که حالا میبینید اومد تیپی 2 رو هم داد، اما باز هم از اینجا که رفت بالا ریزش کرد و همونطور که گفتم یک تریدینگ رنج رو برای ما ساخت. پس امروز مارکت نیویورک تریدینگ رنج بوده و شما میتونستید اینجا روی کف کانال ورود بزنید. دلایل ورودتون هم اصلاح در جهت روند، پول بک به بریک ایون، یعنی این ناحیه شکسته شده که خیلی مهم هست. یک سقفی اینجا ما داشتیم شکسته شده، پس پول بک به این سقف قبلی و بریک ایون میتونه ورود باشه و همچنین پول بک به میانگین متحرک. پس همه این دلایل ورود باعث شد من امروز وارد معامله لانگ بشم. حالا همونطور که گفتم اینجا سیگنال تریدینگ رنج شدن بود و من خودم گفتم دیگه بعد از این معامله وارد نشدم، اما باز هم شما اگر منتظر میموندید اینجا میتونستید ورود بزنید و آرباری 1.5 2 رو بگیرید. چرا؟ چون رسیده سقف تریدینگ رنج و شما اگر چرخه ها رو بشناسید میتونید وارد بشید. اما پیشنهاد من اینه که شما اوایل کار خلاف روند ورود نزنید و معاملات در جهت رو بگیرید. معاملات در جهت میشه مثلا این معامله اینجا، یعنی چی؟ اومده به کف تریدینگ رنج رسیده و یک ترند لاین ساخته قیمت. این ترند لاینی که میبینید شما با رسمش، با شکسته شدنش میتونی ورود بزنی و آربار 2 تو بگیری. پس من انتظار دارم اینجوری مارکت رو ببینی، یعنی کندلا رو بررسی بکنی، قدرت کندلا رو بررسی بکنی و همه این کندلا تک به تک میتونن با تو حرف بزنن. واسه مثال باز هم اینجا شما اگر در جهت روند کار کنی، وقتی این اصلاحو میبینی میتونی بیا یک ترند لاین ریز رسم بکنی و با دیدن این کندل تاییدیه اینجا ورود بزنی و باز هم تیپی 2 بگیری. پس من انتظار دارم شما تک به تک کندل ها رو بررسی بکنی و حرفه‌ای رفتار بکنی. امیدوارم که این ویدیو واسط مفید بوده باشه و بتره کنی و روز به روز شاهد پیشرفت توی ترید و تک تک قدمات تو زندگی باشم. اگر با این ویدیو موافق بودی و به دردت خورد به هم اعلام بکن توی کامنت تا من روزهای بعدی مارکت رو هم واسط اینجوری تحلیل کنم و قدم به قدم با هم دیگه جلو بریم. روزت بخیر.